به نام خداوند مهربان و با عرض سلام و وقت بخیر به شما بیننده های تلویزیون هلال. بیننده های عزیز، به یکی دیگری از برنامه های باور شما از هلال خوش آمدین. شورا چیست؟ شورا چه جایگاهی در متون اسلامی دارد؟ وظایف شورا از منظر اسلام چیست؟ اسلام به عنوان یک دین کامل برای تنظیم ابعاد مختلف زندگی بشر دارای اصول و قواعد خاص بوده که ابعاد مادی و معنوی حیات انسانی را در بر میگیرد. بر همین اساس یکی از ویژگی‌های اساسی نظام اسلامی شورا و مشورت است. بنابراین ما در این برنامه باور شما خواستیم جایگاه و اهمیت شورا از منظر اسلام را با مهمانانمان به بحث و بررسی بگیریم. مهمانانمان در برنامه حاضر هر یک محترم مولوی طلب الدین قدیری عضو حرکت اسلامی به رهبری مولوی قلم الدین و محترم استاد احمد نور واقف استاد دانشگاه. مهمانان عزیز به بحث برنامه ما بسیار خوش آمدین. سلامت باش، معزز باش. سلامت باش. بسیار خوش باش. مولوی صاحب قدیری با شما آغاز میکنیم. میشه شما ابتدا بگوین که شورا چیست؟ شورا. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسول خیر خلقی و بعد. قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب من لانفضوا من حولك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أمر است از طرف قرآن عظیم شان. البته مقدمتا کلام بلیغ است. در کلام بلیغ خو همه چیز بسیار واسع و پراخ گفته میشه. اول مقدمهش ولو كنت فظا غلیظ القلب، ای پیغمبر اگر که تو درشتخو می بودی و سختگو می بودی مردم متفرق می شد از شما. یکی از اصولی که باید با مشوره بر بگرده اخلاق نیکوی یک عامل، یک مشاور که مشوره میخواه و همونطور اخلاق و ادب داشته باشه که مردم جمع شده بتانه. پس از جمع شدن باز مشوره میشه و پس از که متفرق باشه و هرکس خودخواه باشه و باز خود نمیشه. نمی مقدمه زیریر است. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. از تو متفرق شد، تمام جهان سرش. پس از مرگ، پیش از مرگ بر صورت، پس از مرگ با معین سنت آراسته است. مردم به می پیرو هستند که باید به حضرت محمد به سنتشان به فرائض واجبات سنن مستحبات آداب اسلام چی باشه. نو اینجا امر است و شاورهم فی الامر. بنابراین شما مشوره بکنید در همه امورات. امر است، تخصیص به شخصی دونه شخصی نیست. یعنی شما به هر وقت برای مشوره آماده باشید تا مشوره در اصل لقد تزکیه کل امور است. اما اصلی لب و لباب حل موضوع توسط مشوره بسیار خوبش میشه. و اگر مشوره نشه و با یک نفر که عاقل و دانشمند باشه، در حالی که پیغمبر عاقل همه مخلوق بود، مشوره میکرد. یک کس ابو سیف و حضرت امام حسین سے اینها چیزی نمیگفتن. حضرت عمر عبدالله دیگر صحابه مشوره میداد. یک کس از ابو سیف سے پرسان کرد که سب کل صحابه کرام مشوره میده و تو مشوره نمیدی. پیغمبر گفت که محمد به هر چیز میدانه. ما رو چی که ما به محمد مشوره بدیم میفهمه. خوب سلاس نو با وصف فهمیدن مشوره ضرور است. امرای ما فکر میکنه که محمد چی؟ محمد همه چیز میدونه، ظاهر باطن پیشبینی موجوده زمانه موجود اینطور به دستش گرفته شده بود. ما شما رسیم مثلا از این جمله یکی از علامات آخر زمان این نیست که یحبون القیل و یسیئون العمل. مردم بسیار که قال و گپ و تبلیغ در رادیو و تلویزیون و منبر، اما در عمل هیچ. پیشبینی کرده یک نیم هزار سال قبل اونطور شخصیت بود، لیکن با مشوره محتاج بود. مشوره امر ضروری بود. با مشوره کارها راست میشود. بسیار به محبت و شفقت پیدا میشه، محبت پیدا میشه، ارتباط پیدا میشه، صمیمیت پیدا میشه. این چیز ضروری است که اول معامل خودش چی باشه؟ متفرق کننده نباشه. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك وشاورهم فی. پس از او در مرتبه ایسوب و اذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی که باز اراده کردی باز پیش برو و تمام جهان پیش رفت. 5 میلیارد و 700 میلیون نفوس امروز به اختیارش هست و کلمهش هست. استاد
واقف میم از شما هم میخوام این سوال را داشته باشم که میشه شما هم بگوین که شورا چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با ابراز قدردانی و تشکر از شما و همکاران تخنیکی شما، ابتداً باید عرض بکنیم که شورا نظرخواهی، ابراز نظر، مشورتگیری از نخبگان، صاحب نظران و آنانی که اهل رأی و نظر هستند در موضوعات مختلف، خاصتاً وقتی که بحث شورا و مشوره مطرح میشه، بحث ساختار نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که ما در یک زندگی با او مواجه هستیم، نظرخواهی و مشورتخواهی از نخبگان و صاحب نظران عبارت از شورا و مشورت می باشد. تشکر. میشه این را بگوین که شورا چه جایگاهی در نصوص و متون اسلامی ما دارد؟ شورا یکی از مقومات و ارکان اساسی نظام سیاسی اسلام است و تا آنجا ارزشمند و مهم و ضرور است که الله متعال در قرآن کریم برای کاملترین شخص و برای عاقلترین فرد روی زمین که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست دستور صریح میده که با اصحاب و یارانش مشورت نماید، با آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در ارتباط مستقیم با پروردگار است و کلام الهی و وحی الهی رهگشای زندگی اوست، اما خداوند برای او دستور میده که شما با اصحاب و یارانت مشورت بکنید. از جانب دیگر ما میبینیم که قرآن کریم اوصاف بندگان نیک و صالح را وقتی که یاد میکنه، مشورت و شورا را در کنار نماز و در کنار استجابت و انابت به سوی خودش در قطار از او به حساب می آورد. چنانچه می فرماید که الذين استجابوا لله و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم، آنانی که به سوی خدا اجابت کردن، انابت کردن، نماز را اقامه کردن و دستور و زندگیشان با شور و مشورت بوده. از طرف دیگر الله متعال در آیه های مختلف قرآن کریم به بخش های مختلفی از شورا و مشورت اشاره نموده. از اینجاست که امت مسلمه اتفاق نظر دارند که شورا و مشورت یکی از مقومات و ارکان اساسی نظام سیاسی اسلام بوده و اساسا نظام سیاسی اسلام بدون شورا و مشورت مفهوم عملی و تطبیقی خود دیگر نخواهد داشت. مثلا اگر شورا را بیم در سیرت پیامبر صلی الله علیه و شما یا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و واضح بسازین که چه جایگاهی داشته شورا؟ خب از لحاظ متون دینی ما قبلا آیات قرآنی را خواندیم. الله متعال در آیه 159 سوره آل عمران پیامبر دستور صریح میده که با اصحاب و یارانت مشورت کن. در زندگی عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما نمونه های بارزی از شورا و مشورت را داریم. بارزترین مثالش غزوه احد است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از رفتن به مساف جنگ با اصحاب و یارانش مشورت میکند که ما اصلح کدام است، که ما داخل مدینه جنگ کنیم و یا به بیرون از شهر مدینه برویم. نمونه بارز دیگر شورا و مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد قضیه افک است که با حضرت اسامه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه به مشورت میپردازه و مسائل عینی دیگری ما داریم که در زندگی و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شورا و مشورت وجود داشته و بحث تعیین خلفا، 4 خلیفه راشده در اسلام و چگونگی و میکانیزم انتخاب ایشان هم نمونه از شورا و مشورت است که جایگاه شورا و مشورت را و اهمیت شورا و مشورت را در دین مقدس اسلام بارز و واضح و آشکار و روشن می سازه. تشکر مولوی صاحب. این سوال میخوام از شما هم داشته باشم که شورا چه جایگاهی در متون اسلامی داره در نصوص دینی ما؟ شورا خب بسیار مهم است. به فرموده حدیث 24 درجه نبوت است: السمت الحسن و التعودة والاقتصاد
جزء من 24 جزء من النبوة. 3 چیز البته تنها میشن: تفکر و مشوره، اقتصاد و مهم تفکر است. این 24 درجه نبوت است. شما میشوید که در خواب رویای صالحه 46 مثلی این 24 درجه نبوت است. نماز و روزه و فلان و فلان و فلان. 24 میچی؟ السمت الحسن والتودة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. 24 درجه نبوت است. این حضرات انبیا کلشون علیهم السلام کارهای خود به مشوره پیش می بردن. همین بود که صمیمیت پیدا میشد، محبت پیدا میشد، هر امری که برش میشد عملی میشد. همین که نمیشه به می سبب است که کارات پاشان است. فقط جمع شدن همه امورات، جمع شدن قلوب به محبت مربوط شراست و نشوه قلوب متفرق است، قلوبهم شتا. قلوب شتا کمیالی دیده میشه در حدیث برموده شده پراگنده. فقط علتش این نیست که اینها به مشوره نمیپردازه، بسیار به ضدیت، بسیار به قهر و غضب میگه که بیکار شوه. ابدا. مثل که جناب فرمود در احد ابی بن سلول رئیس منافقا بود، 400 نفر داشت. پیغمبر خودش نظرش می بود که بار از داخل مدینه جنگ شروع شود، اما چون می نفر داشت مشوره داد که نی بیرون شود. باز اینطور واقعات پیش شد که شما شنیدید. نو با وصف دشمنیشون پیغمبر مشورش قبول کرد. دشمن باشه مشوره قبول کن، چرا بالاخره در نتیجه الله جل جلاله نصرت میکنه. کمک به اختیار اوست. اون بود کمک شروع بیچاره کارش از بین رفت و پیغمبر ماند و زنده ماند و خلاص. نو به این سبب یعنی 24 درجه نبوت است. تشکر مولوی صاحب. شرایط شورا چیست و چه کسانی میتونن که اهلیت شورا و مشوره را داشته باشند از نگاه دین اسلام؟ جناب محترم، مثل که جنابم آیت خوند استجاب لربهم و امره شورا بینهم، یا آیتی که ما عرض کردیم به طور عام است، با کل مردم مشوره بکن. البته با جایهای مخصوص اهل خبره بکار است. اهل خبره که نباشن، خب مثلا یک دقیقه تو بیاری مشوره بکن، امروز رادیو و بیچاره چی خبر داره؟ نو به این سبب امی تفکر مهم است که باید تفکر شود. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. سخت ضرور است که متفکر باشه، متکبر باشه و حتما تجربه داشته باشن و بتونن که جوانب مثبت و منفی موضوع را شناخته بتونن. به این سبب او باید در مشوره امورات مهم، امورات عام خود آیات مبارکات است که با عام خلق باید، با عام کس باید مشوره شد، چرا سبب محبت و ارتباط میشه. اگر مولوی صاحب شورا وقتی که تشکیل شود، شورایی که در اونجا افراد عضویت داشته باشن، تنها در اینجا منظورتون نخبگان یعنی کس علمای دین میتونن عضویت این شورا را داشته باشن یا مردم عام هم میتونن که عضو این شورا باشن؟ جناب محترم، اینطور تخصیص به علما نیست. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماد السؤال الحسنة نصف العلم. سؤال نیکو علم است. از هر کسی که فهمیده شود که اینا در موضوعات تجربه داره و به اون نتیجه میرسه. هر کسب از خود کسب کار داره، کل کسبه. البته در موضوعات دینی با آنها نمیشه، ضروری نیست که بکنه، اینطور که نمیشه شدن، خب با همه کس میشه، چرا تخصیص در آیات برش داده نشده. تا این قدر است که در موضوعات حاد مهم مسلکی اهل مسلک باشه و اهل خبره باشه که اینا بفهمه موضوعات مثبت منفیش تجزیه کنه به اصل مقصد و هدف برسه. این متکاسا باشه. در آن باز مانعت نیست، با همه کس باید شد ارتباط قلبی میشه، محبت میشه، شفقت میشه، پیشرفت امور میشه. بسیار خوب میشه. تشکر. استاد تشکر. بیننده های عزیز یک وقفه داریم، پس از وقفه در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بیننده های عزیز به ادامه برنامه باور شما از هلال خوش آمدین. جناب استاد واقف همین سوال را از شما هم میخوایم بپرسم که
شرایط عضویت در شورا چیست و چی کسانی میتونند با چی خصوصیات و ویژگی های عضو شورا باشند از نگاه اسلام؟ طبعا وقتی که به مصداق و مفهوم شورا ما مراجعه کنیم، شورا چون نظرخواهی است، ابراز دیدگاه است و پیشکش کردن صالح ترین رأی است و مشورت هست. بنابراین مصداق و مفهوم شورا ایجاب میکنه که اعضای شورا و آنانی که در شورا عضویت می داشته باشند باید متخصصین، اهل خبره، خبرگان، نخبگان و آنانی که اهل فن و اهل حرفه و اهل نظر و رأی هستند باید عضویت شورا را داشته باشند. البته این نظر به ماهیت هر موضوع شاید متفاوت باشه. ما نخبگان اقتصادی را به عنوان اعضای شورا در موضوعات اقتصادی و نخبگان سیاسی را در موضوعات سیاسی و به می سلسله در موضوعات مختلفی که مطرح میشه. پس شرط اساسی و مهمترین عنصر در عضویت شورا داشتن تجربه، تخصص و بودن نخبگان علمی و دانشمندان هستند که در موضوع بتانن ابراز نظر بکنن، رأی صواب و پیشکش کردن بهترین راه را برای زعیم و حکما تقدیم بکنن. مثلا در شورا، یک شورایی که شورای اسلامی باشه، چگونه افراد و اشخاص به این شورا راه پیدا میکنن؟ حالا ما در شرایط کنونی پارلمان داریم و کسایی که عضو پارلمان بخوان شوند از طریق انتخابات میروند عضویت پارلمان یا شورای ملی را کسب میکنن. از نظر اسلام کسب عضویت شورا چگونه هست؟ آیا همین مکانیزم است یا کارشیوه های دیگری وجود دارد؟ چگونه؟ خب اسلام دین پاسخگوی نیازهای بشر تا روز قیامت است و الله متعال به خاطر این که دین برای هر عصر و هر زمان و مکان به عنوان یک دین جوابگو و پاسخگو باشه، اصول و کلیات بیان کرده اما میکانیزم مشخص را او را واگذار کرده برای جوامع و اجتماعات تا بشریت در روشنایی اصول و کلیاتی که اسلام وضع کرده زندگی خود رونق ببخشند. پس اسلام آمده. پیش از این که استاد به این سوال بیم، بریم از لحاظ تاریخی و تجربه تاریخی مسلمانان ایره شما به این بپردازین که در گذشته ها شوراهایی که بوده چگونه افراد و اشخاص یا مسلمانان یا نخبه های اسلامی چگونه راه پیدا میکردند به آن شورا، پیش از این که شما به عصر کنونی بپردازید؟ خب طبیعی ما در تاریخ اسلام وقتی که مطالعه میکنیم دارالخلافت ها یا خلفای عصر زمان در دارالخلافت ها با نخبگان، دانشمندان، آنانی که اهل رأی و اهل فکر و اهل نظر بودن با مشورت میپرداختن کدام دیوان مشخصی، کدام چوکات منظمی برای ازی که فلانی ها عضویت شورا را دارن نبود، اما اصولا و به اساس یک میکانیزم مشخص که او عبارت از نظرخواهی و مشورتخواهی از نخبگان و دانشمندان بود. این من حیث یک اصل در تمام عصرها وجود داشت. وقتی که ما زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مطالعه میکنیم، در موضوعات جنگ و صلح با اصحاب و یارانش با مشورت میپردازه. معنایش چیست که در میان از این اصحاب خلفای راشدین است، عشره مبشره است، نخبگان و بزرگان صحابه است. بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو میبینیم که در قضیه جنگ با مرتدین یا مانعین زکات با حضرت عمر و جمع دیگری با مشورت میپردازه و سرانجام قلب حضرت عمر را من حیث حامی و همکار حضرت ابوبکر صدیق به این موضوع شرح صدر میشه. عین شکل ما در قضیه داستان زندگی حضرت عمر فاروق میبینیم که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با بزرگان صحابه با مشورت میپردازه و قضیه خلافت را به مشوری 6 تن از بزرگان صحابه واگذار میکنه و این بزرگان صحابه از عشره مبشره هستند و از کبار صحابه هستند.
این در حقیقت ما را به این قضیه میرسانه که در تاریخ اسلام بیانگر این نکته است که همواره نخبگان، دانشمندان، بزرگان و آنانی که اهل فکر و اهل نظر صائب بودن من حیث مشورت دهندگان و اهل شورا عضویت های رسمی و غیر رسمی را داشتن و با راهنمایی های خود و با ابراز نظرهای خود رهگشای زندگی و تصامیم حاکمان و زعما در وقت و زمانشان بودند. اما مشخصا ما تو نهادی به نام شورا نداشتیم. حالا از صحبت‌های شما ما چنین برداشت کردم در اسلامیا بوده. خب اساس وجود داشته، یعنی در موضوعات مختلف از کوچکترین یک بحث گرفته تا بزرگترین بحث که مبحث جنگ و صلح و عقد معاهدات بوده، مشورت ها وجود داشته، اصل شورا و مبحث مشورت موجود بوده، اما میکانیزم خاص یا اعضای رسمی خاص که برای از اونا اطلاق شود که اینا مشورت دهندگان یا اعضای شورا هستن و بودن، این چنین ما نداریم. اما نفس شورا و مشورت من حیث یک رکن اساسی نظام سیاسی اسلام همواره در تاریخ اسلام بوده و ما شاهد ازی هستیم. تشکر مولوی قدری. همین سوال را میخوام از شما هم داشته باشم که مطالعات شما چی را نشان میده که ما کارشیوه ها یا راه های انتخاب اعضای شورا که یا کسایی که اونها اعضای شورا بودن و مشوره میدادن چی بوده و چگونه یک جمع برای اینکه مشوره بدن انتخاب میشدن از طرف زعما؟ جناب محترم شما پرسان کردیم، موضوع رو یادآوری کردی که شورای افغانستان وکلا و اساس همین حدیث است که ابو ذر صاحب صحابی جلیل القدر است. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود که در یک جای مقرر شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای گفت که انک ضعیف و انه امانه و انه فی یوم القیامة حسرة و ندامة. بدون پشیمانی، بدون هیچ گناه در سینه و در مغز هیچ بودن باید در شروع بشه. پیغمبر چی برای گفت؟ سه چیز: یا ابو ذر انک ضعیف و انه امانه و انه فی یوم القیامة حسرة و ندامة. چیزی رو در برمیگیری که برآوردن میشه، باز خفم نشه. برای گفت که تو ضعیف هستی، این بار بردن میتونی. برای بار بردن البته اینطور خاص برش معلوم نبود، لیکن اینطور در جزئیات همینطور جزئیاتش هست که شروع که کسی اگر خدا کاندید میکنه این باید باشه، جرأت داشته باشه و علم داشته باشه و در یک فن از فنون تجربه داشته باشه. این که بدون فن، بدون مسلک، بدون پانتون خوردن، بدون مدرسه خوندن، از دقانی برای از خانم ملکی برای فیصل عجیب فیصل ربطه در گذشته ها مولوی صاحب چگونه بوده کسی که اعضای شورا می شده با چی راههایی و با چی شیوه هایی می تونسته که عضویت شورا را به دست بیاره و تفاوت اون کسایی که در گذشته از پیشون مشوره میشد با کسایی که امروز میرون عضو شورا میشون چگونه هست؟ چی فرقی میان این دو وجود داره به نظر شما؟ خب گپش خواهی میشه جناب محترم که ابو ذر صاحب گفت که اینک ضعیف، تو ضعیف هستی، از ظالم حق مظلوم گرفتن نمیتونی. همچنین در هم موارد او کسی که نمیتواند که یک موضوع را علما بررسی کنه بتونه و یک موضوع را بالاخره موضوع تکنیک، موضوع سیاست یا موضوع ولایت یا موضوع جنگ یا غیره و غیره و غیره، موضوع مطبوعات و دیگر جراید کتاب. نو به این سبب اهل خبره به رقبشون نسبت به حدیث ابو ذر امر ضروری است. اینطور مشخص نبودن در زمان پیغمبر، در زمان صحابه کرام. وقت جنگ بود، وقت پریشانی بود، کل جهان کفر گرفته بود، 360 بود، بیت الله را محاصره کرده بود، اونجا کسی نماز خونده نمیتونست. اینا خب به این جنجالای بسیار کلام گرفته بود. اینطور خونه بود که جهان وسعت داد و علم شد، قرآن شد و حدیث شد. یک جهل مطلق و حکم فرما بود، یک جهل مطلق حاکم بود، هرچی که میکردم و جاهل زدن و کشتن و غیره و غیره. زمان جاهلیت به این سبب گفته میشه. از جهلا باید مشوره گرفته نشود.
از علما، از اهل علم، از اهل فن. البته ایتون نی در تکنیک و اهل فن تکنیک و در رادیو و تلویزیون به اهل فن، در رادیو تلویزیون و در رادیو به علم. نیتون نمیشه که تو راستن از ما از تلویزیون پرسان کنیم. ما چی خبر داریم؟ باید خبر باشیم. اگر نشیدیم کردیم نوی ظلم کردیم، بر ملتم ظلم کردیم، به خودم ظلم کردیم. اشتباه بسیار برس آخرتم یک بار امانت به دوش ماند و خلاص شد. تشکر. استاد واقف، از شما این سوال هم بخوایم بپرسیم که مردم عام در شورای اسلامی یا در شورا از منظر اسلام چی نقش و جایگاهی دارند؟ خب منظور از مردم عام اگر نخبگان اهل فکر و اهل نظر باشند، خب و جایگاهش مشخص هستند که با کسایی هستند که حکما و زعما را باید مشورت بدن. منظورم مثلا امروز ما نقش مردم را در انتخاب نماینده هاشون حالا در پارلمان میبینیم که عملا خودشون برن نمایندهشون را از طریق آراشون انتخاب میکنن. این را منظور می بود که این مردم در شورا از نظر اسلام چه جایگاه دارن و در کجای اون شورا قرار دارن؟ خب شورا اساساً ابراز نظر و پیدا کردن راه صواب در موضوعات است که مطرح میشه. از این لحاظ برای ابراز نظر و ابراز رأی نخبگان نیازمند است که نخبگان نظر بدن. اما میکانیزمایی که فعلا در جهان معاصر مروج است، چون در اینجا اساساً مردم هم به نحوی دخیل هستند در انتخاب نخبگانشان به عنوان اعضای شورا، لکن شورایی که در سیستم نظام اسلامی مطرح است با شوراهای مروج از 3 زاویه کمی تفاوت‌هایی داره. مثلا چی؟ تفاوت اولی است مشابهت ها و تفاوتاش شما. بله. تفاوت اولی است که شورا از منظر اسلامی مقید است و محدود است. عرصه تصمیم گیری هایشان در مواردی که او در تضاد و مخالفت با نصوص قطعی قرآن و سنت و اجماع امت قرار نگیره. یعنی شورا ابراز نظر میکنند در موضوعات مباح، جایز یا موضوعاتی که قابل نقد است یا قابل بحث و مباحثه است، اما مسلمات قطعی، چیزهایی که با نصوص قرآن و سنت و اجماع امت ثابت شده، شورا نمیتونند در مخالفت چنین موارد به بحث و مباحثه بپردازند و یا ابراز نظر بکنند. این نکته اول. نکته دوم، شرایط فعلی گاهی برای انتخاب اعضای شورا یک سلسله رسمیات یا تشریفات بسیار فشرده را در نظر گرفته که گاهی از منظر دینی، از منظر اسلامی او ویژگی هایی که برای عضویت در یک شورا ضرور است او رعایت نمیشه. مثلا برای یک عضویت در شورا از منظر نظام سیاسی اسلام اهلیت، شایستگی، ظرفیت و توانمندی ابراز نظر و فکر در موضوعات مختلف ضرورت اساسی و بنیادی است. اما گاهی این فرضیه در عضویت های فعلی به صورت کلی رعایت نمیشه، چون اینجا بحث انتخاب است و در این انتخاب قضیه پول، قضیه شناخت، وساطت و موضوعات مختلف دیگری دخیل است که ما اون معیارها را درست رعایت کرده نمیتونیم. موضوع سوم یا تفاوت سوم بحث اقلیت و اکثریت است. اسلام با وجودی که در برابر اکثریت قرار نداره، اما نظام شورایی در اسلام همیشه و همواره و دائم بر اکثریت استوار نیست. اسلام بر حجت، برهان، حقانیت، رأی صائب و از غیر صائب این موضوعات مطرح میکنه. پس اگر در یک شورا ما فرض کنیم که 20 عضو باشه و 12 عضو از یک اکثریت است، بدون دلیل، بدون برهان، بدون حجت برای به یک رأی غلط و یک مسیر نادرست حرکت کنه، ولی 8 تن نخبگان و دانشمندان رأی درست و صائب و مسیر حق را انتخاب میکنه، اسلام اینجا طرفداری حق است ولو که اینجا اقلیت واقع شده، بخلاف نظام های معاصر که اینجا به صورت دربسته اقلیت و اکثریت مطرح است و به می خاطر است که گاهی اکثریت ها چیزی را تصمیم میگیرن که
خلاف مصلحت ها می باشه، چون بحث اول که نخبگان و دانشمندان بنیادی و اساسی و معیاری ضرورت است ما او را نداریم. از این لحاظ این تفاوت های کلی است. پس اگر ما بتانیم با وضع یک سلسله قواعد، مقررات، پرنسیپ های پذیرفته شده در قسمت انتخاب این اعضا دقت به خرج بدیم، مواصفات وضع بکنیم و از طرف دیگر اهلیت های لازم و ضروری را من حیث معیارات اساسی در نظر بگیریم، ما میتونیم یک قسمت خلاهایی را که وجود داره در ساختارهای نظام از لحاظ شورایی بودن ما را میتونیم جبران بکنیم و او را تکافؤ بکنیم. تشکر بسیار. بیننده های عزیز، یک میان برنامه داریم. پس از میان برنامه باز هم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بیننده های عزیز، به ادامه برنامه باور شما از هلال خوش آمدید. جناب مولوی صاحب قدری، میام از شما این سوال را میکنیم که حالا پیشتر استاد واقف صاحب در صحبت‌هاشون گفتن که ما در اسلام ایتو کدام ساختار و نهاد مشخصی را نداریم، ولی جوهر شورا یا نفس شورا وجود داره. حالا ما در شرایط فعلی دیگر در اکثر در تمام کشورهای اسلامی پارلمان را داریم یا شورای ملی را داریم. به نظر شما میتونه این پارلمان جایگزینی یا امو مصداق شورای اسلامی باشه که فعلا در کشورهای اسلامی مروج است و جریان داره، کار از همین طریق کار مشوره و شورا و رایزنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم، شما میدونید که قرآن عظیم‌الشان به موسی علیه السلام وزیرش هارون علیه السلام گشتان. مشخص وزیر اصل معنای مشاور است. الله جل جلاله برش گفت که وزیر تو یعنی مشاور تو هارون علیه السلام. همچنین به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و درجه اول حضرات خلفای راشدین بود و در همه موضوعات این تو درجه به درجه این سلسله نبوت است. نو اگر این شورا کسایی که در پارلمان است مطابق نصوص قاطع قرآنی باشه، خب مشکل حل است و چیزی نیست. اما چیزایی که بعضی ما شما میشنویم خلاف از امر شریعت باشه، دیگه این شورایشان مردود است و قابل قبول نیست و اینا چی میشه؟ شما میدونید که در بسا اوقات از نسل البته یک چیز اضافی شده میتونه، مثلا در حدیث میفرماید که مئة جلدة و تقریب عام، امی 100 دور است لکن تقریب عامش 1 سال پرورشون سیاستن است. سیاستن گفته امی سیاست اصل در اسلام است، در غیر اسلام خو اینها یک میکروهیله به نام سیاست یاد میکنه. سیاست عبارت از بررسی امور مطابق امور دینی برای بهبود خلق الله است. به این رقم سیاست پیش میره. او رقم نیست مثل کمیالی میگه که یک میکروهیله سیاست چی میکنه. سیاست به این رقم که از آیات و حدیث مخالف باشه و به خلاف امر قرآن و حدیث باشه، دیگه او سیاست نیست، او شورا نیست، او یک هرج مرج در بین مردم میاد. مشاور باید کوشش بکنه که همین هرج مرج بسیار بد چیز است که از فتنه های آخر زمان است، قتل قتل ناگهانی. ولی خب مولوی صاحب، افغانستان یک کشور الحمدلله اسلامی هست و 99.9% مردم افغانستان مسلمان هست و کسای مردم هم که برای این نماینده هایی که در پارلمان میروند رای میتن مسلمان هستن و نماینده ها هم در پارلمان مسلمان هستن. حالا ممکن هست که برخلاف ارزش های اینا، بخصوصا ارزش های دینی رای بتن. اگر مثلا وقتی که ما میبینیم همه چیز هم مردم مسلمان هست هم نماینده ها، بنابراین دیگر اینجا بعید است که برخلاف یک ارزش دینی کاری صورت بگیره. این مورد نظر شما چی است؟ شما خود جناب محترم میفهمید که بسیار موضوعات پارسال و پرارسال خلاف امور دینی مطرح شد از بعضی نفر. به این رقم که اگر خلاف امر شریعت و حدیث مطرح میشه، دیگه این مشورهشان مردود است
قابل چی نیست، اما کسایی که برش مشوره داده و رای داده اون مسئول نیست. البته به شرط می که مقصدش بهبود اسلام باشه و بهبود مملکت باشه. اگر مقصدش می باشه که قومی ماست، یا مقصد می باشه که پیسه میسر شود، یا مسئله می باشه که یک واسطه و ذرا شود، پس امی هم مسئول است. اگر این کسی که برای دو لک و 10 لک و 20 لک هرچی که است، اگر به این نظر باشه رایشان باطل است، و اگر به این نظر باشه که امور مملکت مطابق امر شریعت، مطابق بهبود اسلام و بهبود حال زمان، بوده اونجا رای دهنده کدام مسئولیت نداره. اما آنهایی که امی مشوره میده به صورت قطعی مردود است و اینا باید مردود شمرده شد و کسی که امی امر میکنه و باید حتما به جزای خود برسه. تشکر. استاد واقف صاحب، شما هم یاد کردین در صحبت‌هایتان که ما در اسلام کدام ساختار یا نهادی را مشخصا نداریم و این را مشخص هم نشده، ولی همون نفس شورا را ما داشتیم و داریم. امروز به نظر شما میتونه پارلمان امروزی که در کشورهای اسلامی است مصداق از شورای اسلامی برای امور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مسلمان ها که نیازی به مشوره باشه یا کار همان شورا را بکنه، این مصداق او باشه یا جایگزینی برای او باشه؟ دقیقا مثل قبلا مطرح کردیم، اسلام با همین خاطر که یک نظام پاسخگو تا روز قیامت باشه، جوهر و اساس و مبدأ شورا را من حیث یک اصل کلی مطرح کرده عملی، اما میکانیزم از ایره، چگونگی از ایره گذاشته به جوامع مختلف با در نظر داشتی اساسات کلی که جوامع مختلف ایره چگونه رقم میزنن و با چی معیار و با چی میکانیزم من حیث یک اصل کلی شورا را ایجاد میکنن و از او طبیعت و پیروی میکنن. اگر ما ایده در نظر بگیریم، هر میکانیزمی را که جوامع و کشورهای اسلامی با اساس اصل کلی شورا و مشورت ایجاد میکنن، یعنی ساختار شورا یک امر معقول است. بله، اون میشه که ما او را من حیث یک اصل از اساسات شورا و مشورت بدانیم. البته میتونن انسان ها خودشان در این مورد فکر بکنن، هر ساختار مناسب دانستن. طبعا حالا پارلمان یک از این ساختارها، یک از این ساختار است. البته مشکلاتی داریم و اون مشکلات به خاطر تطبیق نشدن قوانین و به خاطر یک کمی سهل بودن برگزیدن این اعضا است. میشه ما در این قسمت تهذیب بکنیم، قواعد وضع بکنیم، مقررات بیشتر مهذب کنیم تا کسایی که برای عضویت انتخاب میشن در اون قسمت یک کمی دقت صورت بگیره و از طرف دیگر از لحاظ عملی شورا و مشورت جایگاه اصلی و حقیقی خود پیدا کنه، زعما و حکومت ها خود ملزم بدانند که دیدگاه ها و نظریات خبرگان و اهل شورا را عملی بسازند. اما در عین حال این یگانه مرجع شده میتونه که من میتونیم میره من حیث اعضای شورا یا شورا چیزی که اسلام مطرح کرده او را در جامعه به صورت عملی ببینیم. تشکر. مولوی صاحب قدری، به نظر شما وظایف شورا از نگاه اسلام چیست و شورا چی نقشی میتونه، چی وظایفی را میتونه در جامعه اسلامی ایفا بکنه، ادا بکنه؟ جناب محترم، دین اسلام دین علم است، دین حکمت است، از هر نگاه کامل است. و نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء. الله جل جلاله ذکر برای تو کتابی که قرآن عظیمشان بیان کرده همه امورات است. نو شورا وظیفه‌اش این است که قوانین را بسازن که مطابق آیات و حدیث باشه، مطابق بهبود خلق الله باشه. هر مرد پیدا نشه و مثلا بگوییم که زنها چادر چرا بپوشه یا کسای دیگر لنگی چرا میپوشه، در حالی که سنت است. چی ضرورت است بگید؟ تو گپ بزن که چه رقم معادن تو استخراج کرده میتونی، تو گپ بزن که چه رقم رشوت دفع کرده میتونی، تو قانون بساز که رشوت خور چی باید شود، تو قانون بساز کسی که معادن تسخیر کرده در جیب خود میپرته موری قانون بساز که تو نشود معادن شریک است. از ترخم تا به ترغندی و طول و عرض شرق و غرب، از حیرتان تا به اسلام قلعه،
خانه مشترک همه افغان است. هر کس در اینجا شریک است، در معادن شریک است، در همه شریک است. برای قانون بساز چی رقم قانون باید معدن استخراج شود. مثلا یک معدن در خانه کسی برآمد، 50 کس به بیت المال است، متوقعش با صاحب این تو کل چیزا در دین اسلام همه چیز معلوم است. معدن معلوم است، استخراجش معلوم است، مصرفش معلوم است، به کی باید شود، به کی داده شود. این فقرا هم مساکینی که تو چیز ضرورت داری به کسی دیگر، تو چیز ضرورت داری به گدایگر چرا باشی؟ تو باید مقنن هستی، اما قانونی تو بساز که مملکت جای به جای به همه امور باید از هر نگاه تکمیل و پورا باشه، به هیچ چیز ضرورت نداشته باشه. و این هستی شده میتونه. چرا دین اسلام دین علم است، دین حکمت است، دین تخلیق است، دین ادب است. هر چیزی که بکنی در اینجا موجود است. این که تو نمیفهمی و ما نمیفهمی خود موضوع دیگر چیز است، ورنه در همه چیز موجود است. تشکر. استاد واقف صاحب، همین سوال را میخوایم از شما هم بپرسم که وظایف شورا چیست و مخصوصا در امور حکومتداری و سیاسی چی وظایفی را شورا داره است؟ شورا و مشورت اهمیت بسزای در دین داره. وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه کنیم، به نصوص دینی و به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کنیم، ما میبینیم که شورا تا آنجا مهم است که حتی از کوچکترین مبحث که جدا ساختن یک طفل از رضاعت و شیرخوارگی یک مادر است شروع، که اسلام اینجا میگه که مادر مکلف است اگر پدر مشورت میتونن طفل از شیر بگیرن، تا بحث کلان و بزرگ مبحث سیاست و نظام و ساختار حکومت است. از این لحاظ شورا من حیث یک اصل کلی و یک رکن اساسی ساختار نظام سیاسی اسلام مبحث بسیار بزرگ و کلان است و مخصوصا در قضایایی که به سرنوشت کشور، به موضوعات اساسی و بنیادی مردم، به جنگ و صلح مردم و با ساختار و چگونگی نظام و کشور مربوط میشه، مکلفیت اساسی و بنیادی شورا است که مشورت‌های لازم، رأی و فکر صائب برای حکومت مطرح بکنن تا زعما در روشنایی این دیدگاه خبرگان نخبگان تصامیمی را اتخاذ بکنن که به خیر و صلاح مردم باشه و روال کشور و نظام به سمت و سوی درستی و صلاح و رستگاری سوق پیدا بکنه. به نظر شما حالا بیم در رابطه به فواید چی در امور اجتماعی یا امور سیاسی کارهایی که بر مبنای شورا و پیش میرن از دید شما یا از نظر اسلام چی فواید و آثاری را میتونه از خود به جا بگذاره؟ خب اولین اثر شورا و مشورت جلوگیری از دیکتاتوری شدن یا تکفردی شدن یک نظام و ساختار یک نظام است. موجودیت شورا یک حاکم مستبد، یک زعیم دیکتاتور را مانش میشه که تصامیم غیر مناسب، تصامیم نادرست بر ملت تحمیل نکنه. از جانب دیگر وقتی که یک جمعی از نخبگان میان در یک موضوع تصمیم میگیرن، حتما این تصمیم به خیر مردم، به صلاح مردم، به درستی مردم میباشه. و یک حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا فرموده، با وجود یک سر از این حدیث بحث و کلام وجود داره، اما مفهومش مفهوم درست است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده کسی که مشورت کنه هرگز خوار و ذلیل نمیشه و آن کسی که استخاره میکنه نادم و پشیمان نمیشه. از اینجاست که اسلام آمده مشورت را من حیث یک اصل مطرح کرده تا به جای دیدگاه و نظر یک فرد، یک شخص، یک جمع تصمیم بگیرن تا این تصمیم صائب باشه، صالح باشه، سالم باشه و خیر و صلاح یک کشور و آینده یک نظام ترسیم بکنه. تشکر مولوی صاحب. از شما میخوایم در رابطه به آثار و فواید شورا بشنویم که از نظر شما شورا و مشورت چی آثار و فوایدی را داره هست؟ جناب محترم، شما میدونید که یک مملکت 3 قوت داره: اجرایه و قضا و شورا. شورا وظیفهش قانون است. قانونی را باید بسازه که مطابق امر شریعت باشه و امر شریعت تو پیش مردم خواست که البته یک چیز اضافه فکر میکنه. شریعت وارسی به امور همه کس است. مثلا به حال یتیم چی باید شود؟ قبلا عرض کردیم که مادین که تو میکشی یک کسی را که رشوت میخوره
به یه قانون بسازه جزا برش تعیین بکنه که کسی که رشوت میخوره یا مثلا کسی اختلاس بکنه مثل کمیاری. شما دیدی یک وقت مسئله بود که در پشت پارسیم بود که وقت بار سر خوری چطور به امرای بار میخورد، یک مسئله بود. حال بانک به امرای بانک میخوره، مگر شورا بدبختانه که قانون نداره. شورا هیچ قانون نداره که خود عیسی کلی بانک از بین رفت. مال کافر مگه باشه وقتی که مال شود و در وطن تو داخل شد حق حفظ داره و تو طلب کرده نمیتونی. این میتونه در همه امور باید بررسی بکنه، قانون قوانین وضع بکنن شورا که یکی از وظایف شورا است. اینها اساسا برای قانون تعیین شده، اجرایه، قضایه مقننه. مقننه وظیفه‌اش فقط قانون است. دیگه یگان چیزایی که یک دو وظیفه دیگه هم در شرایط فعلی داره که نظارت از عملکرد حکومت، از عملکرد نمایندگی از مردم و کسایی که در حقیقت امی شورا خوب رسمیت است که باید امور مملکت قسم شود که در اون جنگ و جدال و مثلا جنگ شود. شورا دیگه منظورتون آره پارلمان فعلی است، شورای ملی. شورای ملی عبارت از این است که با نام قوت مقننه است، قانون را مطابق امر قرآن و حدیث و امر پیغمبر بسازه. مشکل هم والله در زمان پیغمبر ما قضات میشسته بود، کار نبود. کاری چی بود؟ قانون بود و تطبیق میشد. و به این سبب به تطبیق قانون اینا قانون بساز. چرا قانون تطبیق نمیشه؟ وظیفه‌اش است. مثلا درجه اول اینها این نظارت بکنن بعد از قانون از حکومت نیست، از قضا نیست، از خود اینها است. تشکر. بسیار تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. هر یک محترم مولوی صاحب طلب الدین قدیری عضو حرکت اسلامی و رهبری مولوی قلم الدین و محترم استاد احمد نور واقف استاد دانشگاه که در بحث برنامه ما تشریف آوردید. بسیار تشکر. از شما تشکر. بخشش باشه که ما رو مشورت داخل کردی. ما به خدمت هستیم. بازم بسیار سلامت شما باشید. ما رو مستفید کردید. بیننده های عزیز از همراهی شما هم سپاسگزار هستیم. تا موضوع بعد و برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون.